وادی کوهستان هم یک کس خانه جورش مهمان میآید، بعد در کوهستان آش توپه را در طبق چوبی میکشند. آش توپه با غولینگ زردالو تیار شدگی، قاشق چوبی یک تا. موافق قاعده کوهستان دو تا مهمان میگیره، دو تا صاحب خانه بگیره. همین میگیرن دو تا ای دو تا او میگیره که آخر طبق در یک غولینگ میمانه کمتر او. نوبت مهمان میشه، مهمان اما غولینگ سر میکنه گیردی طبق یا 22 کروک تاوش میده تاوش میده. غولینگ در قاشق نمیاد، صاحب خانه خفه می آکا بمونش دو دیگه دایره‌اش میکنی نوبت بگذارم آکا. گفته که نجم من قبل فرش کردم که همین حالی نقبمش دیگه رقبیده نمیشه. یار آمد و در خانه کمی گوشت ندارم، هوای غمی گوشت مرا کشت ندارم. چیزی دیگری نیست به یخچال به جز یخ، یک پاره حسیب قدی انگشت ندارم. شرمنده شدم پیش چنین یاری شکر لب، ای وای شکر چیز که یک موش ندارم. در خانه نه چای است نه قند است نه روغن، دارایی ما چیست که من پشت ندارم. یک مردک همین سختی های زندگی بسیار مانده شده است بیچاره، دیگه طاقتش طاق شد، دولتش در 350 خسته است، ای عالم گذشته است. بردن گورش کردن بیچاره، همین زنش 5-6 گوده که مایده قطعی مانده است، هر روز میره و سری گوری همین شوش گریه میکنه که تو مرا در این تاریکی ها پرداختی، کجا آمدی آخی؟ من این گوده که مایده که در این خونگی نه سویت نه یا هیچی نیست نه خوردنی، من یورا چخیل کلال میکنم آمدی در این خواهی که با چیکار کنم؟ هر روز میره و همین سری گوری همون بیچاره دن نالا میکنه. اما قلاوری گوریستان با آمده گفته خواهری اپای این بیچاره مرده، این نمیشنوه را چی خطای قضا اومدی میاخی داده وای میکنی میمونش هم بعضی خوروا میره. و گفته چی خیلی کنم قطعی گوده؟ گفته که اینه یا شاو میرویند مرده ها کم کم میگردن همین بالای گوروشون. شاو بیا با چی گپی داری بگو شوخی این داری روز میایی بیچاره برآمده نتونه چی گپی؟ گفته من شاو میترسم تو خواهی تو خیلی گپا تگازن من گپ نیزم موقع خیلی گفته نمیخیل بعد پاگوش اومده گفته چی خیشی تقایی؟ گفته برو آمد بیچاره لرزیده برو آمد گفتمش که نمیزند میای همین خیلی داده. گفته آخه بگوش که من هم زنم دوست می‌داشتم. گفته که ما دوست می‌داشتم. خیلی تقدیر همین بوده که ما اومدیم اینجا گرفتیم من که هم زنم دوست می‌دارم، حیات دوست زندگی را دوست می‌داشتم. اونه که تقدیر همین بوده چه کنیم؟ همون زنه که گفت که بسیار داده وای نکنه همین یا بالا کنه زمستون بگذارونم بهار میام میبرمشه. همین زمستون دا وقتی که همین بارون میشه بعد بارون با کورک میشه. همین کورکشی شوفیر مردم وایمده میافته. با هم شوفیرایی که خوندگی نیستن پراور هم گرفتگی هست. همین کورک بسیار محکمه همین شو ماشینا همین یه متر دمی دردم نمیتونه رفته است نه سویتاشون گیرون که یه ماشین همین دمی ماشین گرفته رفته است میره یا ساعت میره و 2 ساعت میره که یک اون ماشین پیشینی ترمز میتیاره می ترمز میگه در کونی ماشین میزنه هم بو فرمون پچاق میشه کونی ماشین پچاقش میره میگه تو دیوونه این اشاری چیزی او تو چوی خرس که ترمز کردی این فوکی ماشین آقا گفته جانجول نه که من گاراژم دارم بودم مخی